عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و همکاران گرامی. امروز در خدمتتون هستم با کورس تاریخچه طب هومیوپاتی. ما برای اینکه طب هومیوپاتی رو بشناسیم و بدونیم که این روش درمانی چه هست، به منظور اینکه بخوایم به کسی معرفی بکنیم این روش درمانی رو، یا اینکه خودمون میخوایم این روش رو بیاموزیم یا برای اطلاعات عمومی ازش استفاده بکنیم و این دانش رو بشناسیم، لازم هستش که تاریخچه این روش درمانی رو بشناسیم. تاریخچه طب هومیوپاتی از دیرباز در علم پزشکی وجود داشته، ولی در سال 1796 توسط آقای دکتر ساموئل هانمن در کشور آلمان این روش معرفی شد و پایه‌گذاری شد و به نوعی کشف شد. یعنی استفاده از قانون مشابهت در درمان توسط آقای دکتر هانمن سیستماتایز شد، یک ساختاری پیدا کرد و به عنوان یک روش درمانی و سیستم درمانی با قوانین خاصی که ایشون براش نوشت و تشریح کرد پایه‌گذاری شد و به جامعه علمی اون زمان معرفی شد. حالا ما برای اینکه این روش درمانی رو بهتر بشناسیم لازم هستش که با تاریخچه این روش هم آشنا بشیم. برای اینکه با تاریخچه این روش آشنا بشیم لازم هستش به چند قرن قبل برگردیم، در دورانی که اصطلاحاً بهش میگن دوران تاریک علم پزشکی. چرا اون زمان رو دوران تاریک علم پزشکی میگفتن؟ یعنی قرن 15ام، قرن 16ام، قرن 17ام میلادی و قبلتر. به خاطر اینکه چند موضوع در اروپا وجود داشت که شرایط بسیار بدی رو از نظر پزشکی برای مردم منطقه اروپا ایجاد کرده بود. حالا اون اتفاقات چی بود؟ یکی سیطره کلیسا بود. سیطره کلیسا، خب توی کلیسا بحث‌های علمی که نمیشد، عمدتاً بحث‌های دینی و مذهبی بود و مثلا همه چیز رو ربط میدادن به مسیحیت و دین و مسیح و خدا و اینجور چیزا. مثلا اگر کسی بیماری‌های اعصاب و روان داشت، مثلا فرض کنید دچار بیماری دو قطبی بود، اون چیزی که الان ما میشناسیم، یا دچار بیماری اسکیزوفرن بودش یا مشکلاتی شبیه این داشت، خب ممکن بود حرفای نامربوط بزنه، رفتارهای نامناسبی انجام بده. خب اون زمان اعتقاد داشتن که یا این جن رفته تو بدنش یا شیطان تو وجودش حلول کرده، یا اصطلاحاً میگفتن یه ماده پلیدی رفته تو وجود این آدم و باید یه جوری ماده پلید رو در بیاریم، یا اینکه این یه گناهی کرده که به خاطر اون گناه اینجوری شده، ما اون گناه باید از بدنش بکشیم بیرون، یا اینکه این انسان ناپاکی هست باید کلاً سربه‌نیست بشه. این گناه و ناپاکیش دامن بقیه مردم شهر رو هم میگیره. پس در نتیجه یا طرفو گردن میزدن یا پوستشو میکردن یا مغزش سوراخ میکردن اون ماده آلوده از مغزش بیاد بیرون، یا میگفتن تو قلبش یه داستانی هست. خلاصه انواع اقسام شکنجه ها و آسیب ها رو میزدن به واسطه اینکه کلیسا این اعتقادات رو داشت. این یکی از زوایای تاریک علم پزشکی در اون زمان هست. موضوع دیگر این که بحث بهداشت عمومی و بهداشت فردی در اون زمان در اروپا در حد فاجعه آمیزی پایین بود. اون موقع هنوز میکروب رو نمیشناختن، اون موقع هنوز میکروسکوپ درست شناخته نشده بود و اگر هم موجود میکروب در حد میکروب رو میدیدن با میکروسکوپ، در همون زمانها میکروسکوپ کشف شده بود. البته نه میکروسکوپی که الان ما میشناسیم، یک وسیله خیلی ابتدایی بود، یه چیزایی باش میدیدن که نمیدونستن چیه. ارتباط اون موجودات ریز رو با بیماریزایی نمیشناختن. بعدن کسی مثل پاستور، کوخ راجع به این موضوع صحبت کردن و نشون دادن مثلا فلان بیماری عفونی که اون بیمار داره به واسطه همون ذرات ریز، موجودات ریز میکروسکوپی به بیمار دیگر انتقال پیدا میکنه. اون موقع این چیزها رو نمیدونستن، به خاطر همین بحث بهداشت فردی خیلی رعایت نمیکردن و در فرهنگشون هم متاسفانه نبود. حکومتشون هم خیلی تو این قضیه فشار وارد نمیکرد، براشون اهمیت نداشتش و آگاه نبودن از این قضیه. در حالی که مثلا در جامعه ایرانی این رعایت بهداشت فردی و عمومی جزئی از فرهنگ ما بود. ما حمام‌های عمومی داشتیم،
همین الان در اروپا هم دوستانی که تشریف بردن یا دوستانی که نبردن از دوستانی که تشریف بردن بپرسن، میدانند که وضعیت بهداشت در اروپا به زور دولت‌ها تا یه حدی وضعیت بهتر شده. وگرنه بحث دستشویی به منظورم توالت و اینجور چیزها هست، حمام کردن و اینا، واقعا هنوزم که هنوز شرایطش بهداشت عمومی، توالت عمومی از ایران بدتر هست و خود اینها باعث تولید بیماری می شده. حالا توی اروپا شرایط بحران آب آنچنان ندارند که مثلا آب پاکیزه رو بخوان از یک منطقه 100 کیلومتر دورتر به محل شهر خودشون برسونن، وگرنه اگه این مشکلات هم داشتن که ببینید که دیگه چقدر سخت میشد. در ایران ما قنات میکندن از صدها کیلومتر دورتر آب تمیز و پاک رو میبردن توی شهر و استفاده میکردن. البته فراوانی آب هم باعث فراوانی آلودگی آب میشد و بیماری ایجاد میکرد. موضوع دیگر این بودش که کشتی سازی و دریانوردی در اروپا زیاد شده بود و دولت‌ها و حکومت‌های استعماری زیاد شده بودن. هر روز کشتی حرکت می‌کرد و می‌رفت توی جایی، به قول خیال خودشون می‌رفتیم اونجا رو کشف می‌کردیم، گویی اصلا انگار هیچ کسی تا حالا قبلا اونجا نرفته و خودشون اولین نفری هستن که میرن یه جایی کشف می‌کنن. می‌رفتن مثلا آمریکا رو به قول خودشون مثلا پیدا کردن، فکر کردن خودشون اولین بار هستن که اونجا رو کشف کردن، در حالی که آمریکا وجود داشت و اونجا مردم زندگی میکردن. کاشف آمریکا، کاشف فلان نقطه آفریقا، کاشف نمیدونم فلان جزیره، و میرفتن تصرف میکردن، آدم‌ها رو میکشتن، به بردگی میگرفتن. و اتفاق تلخی هم که برای خودشون داشت این بود که خیلی از این افرادی رو که به بردگی میگرفتن و میآوردن تو کشور خودشون یا با اونا در تماس بودن برای کار و اینجور چیزا، از اونها بیماری‌هایی رو میگرفتن. یعنی بدنشون مستعد یه سری از بیماری‌ها نبود، به واسطه اینکه میرفتن تو بعضی از مناطق مثلا آفریقا، جاهای دیگه مریض میشدن، این مریضی‌ها رو میآوردن تو کشور خودشون. و بحث عیاشی‌ها و الواطی‌ها و بیماری‌های منتقل از رابطه جنسی هم بود که باعث میشد سوزاک و سیفلیس و اینجور چیزا توی اروپا بسیار زیاد بشه. این فاجعه سوزاک و سیفلیس اصلا یه چیزی بود که دیگه نمی‌دونستن چه کار باید بکنن، خیلی زیاد. و بیماری‌های منتقل از حیوانات، این هم یکی از گرفتاری‌ها بود که بیماری‌های منتقل از حیوانات هم زیاد به اروپا انتشار پیدا کرد. مورد بعدی این که خب خیلی از بیماری‌های عفونی اونجا بود، حالا تو بقیه قسمت‌های دنیا هم بود و واقعا نمی‌دونستن چه کار کنن. نه واکسیناسیون اون موقع بود، نه آنتیبیوتیکی بود و همین طبای سنتی و طبای جالینوسی بود که عملاً آنچنان تأثیری روی این بیماری‌ها نداشت و جمعیت کره زمین برای قرن‌ها آنچنان رشدی نکرد، به خاطر اینکه به قول خود دکتر هانمن در کتاب ارگانون به ما میگه که وقتی آبله در یک مثلا شهر می آمد تا 3/4 بچه‌های اون شهر یا از بین میرفتن یا کور میشدن یا کری میگرفتن یا انواع اقسام بیماری‌های عصبی و عوارض ناشی از آبله رو پیدا میکردن که واقعا یک فاجعه بود. چقدر انسان ها میمردن. خب از 10 تا 12 تا 15 تا فرزند یک خانواده ممکن بود که 1 2 تا 3 تا 5 تاشون شانس بیارن زنده بمونن، خب بقیه هم از بین میرفتن. و به واسطه ندانستن بهداشت عمومی، به واسطه نداشتن ابزار درمانی مثل داروهای مؤثر، خب اینها از بین میرفتن متاسفانه و جمعیت رشدی نمیکرد. بیماری‌های انگلی هم همینجور، مثل مالاریا، مثل کرم‌های روده‌ای، اینها درمانی براش آنچنان نداشتن. اگر هم داشتن در دسترس همه نبود، همه بلد نبودن. اینقدر وضعیت بهداشت و درمان یک وضعیت میگم دوران تاریک علم پزشکی حرف بی‌مربوطی نیست، یعنی واقعا وضعیت خیلی خراب بود. از غذای سالم که نبود، حمام سالم که نبود، نوزادان اکثرا می‌مردن. ببینید یکی از شاخص‌های توسعه در سازمان بهداشت جهانی این هستش که مرگ مادران باردار، مرگ شیرخواران، نوزادان در 48 ساعت اول که به دنیا میان، مرگشون در 24 ساعت اول، مرگشون در ماه اول، در 2 ماه اول، در زیر 2 سال، اینا همه شاخص هست، به خاطر اینکه خیلی موضوع مهمی هست که یک نوزاد به دنیا میاد بماند و اون موقع ها نمیماندن، خیلی راحت میمردن.
انواع اقسام بیماری ها میگرفتن. از همون لحظه ای که زایمان میشد عفونت میگرفت تا چند روز بعدم از دنیا میرفت. اصلا این مراقبت هایی که الان داریم نبود. افسانه های عجیب و غریبی بود. وای شیر آغاز نباید بدی، این آسیب میزنه به بچه. اصلا شیر نباید بدی، شیر مادر ناپاک، مادر اصلا زنها موجودات ناپاکی هستن، نباید شیر بدن به بچه‌ها. از یه طرف دیگه میگفتن حتما باید شیر اینجوری باشه، اونو باید بخوری، اینو بخور شیر زیاد شه، اونو بخور کم بشه. اینقدر بلا سر بچه‌ها میآوردن که خیلی از نوزادان میمردن. و بیماری های روانپزشکی هم که عرض کردم خدمتتون که داستان شیطان و روح شیطان درش حلول کرده و بعد این روح رو بکشیم بیرون و موقع زیاد بود. حالا چه کار میکردن؟ مثلا سیفلیس رو، یه شانک رو یا زخمی که ناشی از بیماری سیفلیس بود و اینو میسوزوندن یا مثلا جیوه بهش میخوروندن. 1001 جور گرفتاری و بدبختی و این مسائل ایجاد میکردن که واقعا فاجعه ای بود. گاهی بیمار زودتر از اون روش‌های درمانی میمرد تا بیماری واقعی خودش. یعنی خب مثلا اون کسی که دچار بیماری اسکیزوفرنی بود که خب به خاطر اسکیزوفرن بودن که نمیمرد، ولی به خاطر اون بلاهایی که سرش می‌آوردن قطعا زودتر میمرد. یا مثلا به خاطر دادن جیوه به کسانی که سیفلیس داشتن، اینقدر جیوه میدادن تا طرف از مسمومیت با جیوه میمرد. یه باوری هم بود یک ماده شیطانی و پلید اولیه در عالم وجود داشته، همه گناهان بشر، مریضی ها ناشی از اون ماده اولیه ناپاک بوده، یا یه گناه اولیه وجود داشته که بعد از اون همه مریضی ها درست شد. ما اگر اون دارو رو پیدا می‌کردیم، اگر اون گناه اولیه رو پیدا می‌کردیم، حالا بعضی میگفتن از اون گناه اولیه توبه کنیم همه مریضی هامون خوب میشه، بشر به خاطر اون مریضی ها این گرفتاری ها رو داره، اون گناه رو کردیم اینجوری شده. این اراجیف و قصه های بی سر و ته بود که هیچ کاری هم برای مردم نمی‌کردن، مردم می‌مردن به خاطر همین باورها و اینجوری شده. چه اتفاق خاصی نمی‌افتاد. کار دیگه که می‌کردن رگ زدن بود، خونگیری بود، دادن مواد مسهل بود، یعنی اسهال ایجاد می‌کردن. حالا یا میگفتن یه ماده کثیفی تو بدن وجود داره باید اینو بکشیم بیرون، یا اینکه میگفتن یه روح ناپاکی رفته تو بدن باید اون ماده رو بکشیم بیرون. خلاصه یه باوری بود که یه سمی، یه چیز ناپاکی تو بدن ما باید اینو بکشیم بیرون. هنوز هم این باور وجود داره. منظورم این نیست که هیچ وقت بدن دچار مسمومیت نمیشه، مواد ناپاک و ناسالم داخل بدن نمیره، رژیم گرفتن، گاهی پرهیز از مواد مضر اینها به درد نمیخوره. منظورم اینا نیست، ولی اونها در یک حد قلوب شده ای بود. یک چیزهایی میگفتن که هیچ کمکی به فرد که نمیکرد، فقط فرد رو بیمارتر میکرد. این کشیدن بیرون این ماده‌ای که اعتقاد داشتن ناپاک است واقعا شیره جان فرد رو میکشید بیرون. اونقدر خون میگرفتن که میمرد. بعد میگفتن که این انقدر پلیدی تو وجودش بود که هر چقدر ما پلیدی رو ازش کشیدیم بیرون باز تموم نشد. این از شدت زیاد بودن پلیدی مرد، در حالی که این بیچاره از شدت خونگیری مرد. خلاصه دوران تاریکی بود، وضعیت خیلی بدی وجود داشتش. اون زمان هم نه به قول معروف انقلاب صنعتی ایجاد شده بود، نه انقلاب علمی ایجاد شده بود و شرایط بسیار بدی بود.